جاده‌های مردانه. سیاهی را می شکافم. نور چراغ روستاهای کوچک و بزرگ که در مسیر جاده قرار دارند و از دور برق میزنند را هدف میگیرم و به سمتشان گلوله می شوم. پای راستم روی پدال گاز فشرده می شود و عقربه سرعت را روی 140 کیلومتر در ساعت نگه می دارم. 120 واقعا کم است. قبل از رسیدن به ماشین‌های جلویی برایشان نور بالا میزنم و وقتی تریلی‌ها و ماشین‌های سنگین نرم از جلویم کنار میروند و با چراغ راهنما تعارف میزنند که رد شوم، احساس شاهانه در فیلم‌های تاریخی را دارم که با ورودشان مردم با احترام عقب میروند تا شاه جلوس کند. شبها نور بالا جواب است، برعکس روزها راننده‌ها جنسیتم را تشخیص می‌دهند. بیشترشان کسر شأنشان می‌شود به خانم‌ها اذن سبقت بدهند. اگر حوصله داشته باشم انقدر چراغ میزنم تا از رو بروند و اگر حوصله نداشته باشم مجبور می‌شوم از راه سبقت بگیرم بدون بوق اعتراض. بوق زدن فقط بلندتر کردن صدای تحقیرم است. بوق و اشاره و ترمزهای پشت سر هم. داشت فریاد میزد که اشتباه از من است. فهمیدم یک پلاک ایران 57 از سمت راستم سبقت گرفته. نوربالایش را ندیده بودم. آینه تنظیم نبود. حالا دارد مرا تنبیه می کند. نه برای اشتباهم. برای اینکه زنم. برای اینکه رانندگی کردم. برای اینکه جرأت کردم در بیابان پشت فرمان بنشینم. گاهی اگر همسرم کنارم نشسته باشد به روش‌های مختلف اشارهش می‌کنند. خودت بشین پشت فرمون مرد، چرا اینقدر زن‌ذلیلی؟ هنوز نفهمیدم چرا شبها خوب میرانم و مستحق تعارفم و روزها اینقدر بد که مستوجب سرزنش و تنبیه. گاهی اوقات در رانندگی در شهر متوجه میشم که خانم‌ها در رانندگی اجازه رد شدن به ماشین‌های دیگر رو نمیدهند. چه حق تقدم داشته باشند چه نه. به نظرم یک کمی بی‌نزاکتی است. اما شاید عکس العمل رفتارهایی است که از مردان دیده‌اند. ژان پیاژه معتقد است همه ما طرحواره‌هایی داریم مثل طرحواره بی‌اعتمادی. مصداق هم حی و حاضر. زنها رانندگی بلد نیستند. بیشتر بر اساس آن قضاوت می‌کنی تا واقعیت موجود. مثل راننده پلاک ایران 57. به نظرم حال زمان تغییر است. برای تغییر این طرحواره و انواع مشابهش راهی طولانی در پیش داریم. اینکه چه کسی مسئول تغییر این طرحواره است هم خود حرفی است. خود خانم‌ها، خانواده، مدرسه، جامعه، حکومت، کدام یک؟